ایام قید کرده گذاشتن که 20% اما 20% معاش زیاد می شود. این برای خلق خیلی با بهبودی می شود، پیشروی می شود. مقصد یک کمبودی که داریم ما انشالله همشه بود میکنیم، کمتر ما به یاردم می شود. بلا میشد خیالی سوداگرا همین میگن که معاش خست، دلار خست، بعد نرخ برداشتن کار. اگر که 500 سوم میداده بود زندگیمده کمتر من میبرده بودم. 500 سوم 200 سوم میده. خیلی زندگیمده یگان چی خرید میکنیم. اینا حاضر هیچی نمیشه، یگان چی ندارم در خانه زندگی ما اولم بده. ما پیامی پرزیدنت رو گوش کردیم. ما لازم فهمیدیم که استیپندیای پرزیدنتی بالان شده. ما دانشجویان با استیپندیای پرزیدنتی میخونیم. برای ما بهتر از اون است که باز نرخ راهگیری و قیمت هست. با ما استیپندیا بالان شد، باز راهگیری آسان‌تر میشه و درس رفتن و دیگر کارهای ما خیلی با بهبودیش در اون است که یگان سر لباس میخریم، یگان چیز چاره در زندگی در کار بودن رو با همین استفاده میبریم. اگر تو 4000 خرید در توشتون کار کنید زندگی نشتر میشه. معاش مردم امروز هیچ فهمیده نمیشه. از همین 100 سوم 200 سوم خودت بازار خمیده نمیتونی، درآمده نمیتونی. همین کمبغل هیچ نمیشه. هم محصول همه چی قیمت شده. معاش چند قدر خیلی خوب شود، خیلی پولکی نمیفروش. چند قدر بلند شود با همین خطر خوبتر میشود.